ممنونم که ادامه ویدیو رو با ما میبینید و با ما هم سفر شد به شهر زیبای استحبان. این وضعیت مسافرتی ما، بچه ها همینجور پتو و بالشتشون رو ریختن بالا اومدن. امشب قراره 10 نفر تو این کاروان بخوابیم. این هم درخت انجیره، پای درخت‌ها رو همش مثل این گودال میکنن. این دور هر درخت یه گوداله. حالا نمیدونم به خاطر آب بارون توش جمع بشه هست، فکر میکنم دلیلش اینه. اون پایینم اون خونه ها شهر استحبانه. آقا ایشون فرشیده، قبلا رستوران داشتن. ببین چه کبابی درست کردن، هنوز نریخته. الهه خانم، الهه. اینم خواهر کوچیکمه، اینم دختر خوشگلشه. ببینمت. اوی خدا. اینم شایان خوشگل است. مسئول تهیه و تدارک کباب من بودم با شما دیگه، نگفتم خودم تنها، با این خواهرم. آقا فقط ایشون آماده کرده. من بیام برنج آماده کنم، روغن بدم. شب 7 نفر اینجا خوابیدیم، 2 نفرم رفتن تو پاترول. و سلام. بریم اون بالا، یه جو با آب خشکی رد میشه بهتون نشون بدیم. برگای پاییزی. بده بینا دست که تو آب ببین آب چطوری تست برم. سرده؟ خیلی نه ولی خیلی خوبه. آب شیره دستشویی نیست. نه واقعا؟ چرا؟ چون دائم در جریانه. این آبو که میبینین همینجور ادامه داره میره بالای کوه. حدودا 1 ساعت و نیم پیاده روی اگر کنیم میرسیم به سرچشمش که بهش میگن چشمه قهری. حتی بعد از اون هم همینطور مسیر ادامه داره دیگه. ما از اون به بعد دیگه نرفتیم. یه درخت گردوی غول‌پیکر خیلی بزرگه. توپلترین درخت ایران. ببینید در برابر مبینا چقدر بزرگه. قطرش میتونم بگم اندازه یه پرایده. ولی حیف که ادامه نداره. این هم پرک بهش میگن. این پرک آج خانم. او هم سه تو هم پرک کرد. یه هم پرک کرد. اونا زایات. هم یکی. کدوم؟ یکی عزیزم. فیلمتون بگیره هم نداره. حالا قشنگ. خورده ای بخواه بارون خورده از سر بونه ها. اگرنه برای خوردن یکی. چون بارون خورده ارزون شده. بارون سر درخت خورده. اگرنه تب ایو همش یکی. مقضایات همش
یکیه